چی میشه اگه بهتون بگم که عامل اصلی رامبلینگ توی اتک آن تایتان میکاسا بود. قسمتی که ارن داشت به یه سرزمینی نگاه میکرد که قرار بود به زودی نابودش کنه و اشک میریخت. توی اون لحظه هیچ چیز هنوز قطعی نبود و رامبلینگ سرنوشت قطعی دنیا نبودش. همه چیز برمیگشت به اون سوال مهم ارن از میکاسا که ازش پرسید من برای تو چیم؟ اینجا میکاسا 2 تا راه بیشتر نداشت. یکی این که دروغ بگو برای حفظ ظاهر، بگه تو مثل داداشم یا مثل خانواده‌ام میمونی. 2 اینکه صادق باش و حقیقت قلبشو به ارن بگو، بگه که احساساتش به ارن فراتر از این حرفاست. میکاسا راه اول رو انتخاب کرد، حفظ ظاهر کرد و به ارن گفت تو مثل خانواده‌ام میمونی. اما تا حالا خودتون پرسیدین اگر میکاسا راستش رو میگفت چه اتفاقی میافتاد؟ جواب این سوال همون سکانس معروف کلبه تو قسمت آخره. توی اون سکانس ما یه دنیای موازی رو میبینیم که ارن هیچ وقت رامبلینگ رو استارت نزده بود و با میکاسا فرار کرده بودن توی روستایی و توی کلبه داشتن یه زندگی آروم و عاشقانه رو میگذروندن. اون سکانس فقط یه ای کاش نبود که میگفتی ای کاش اینجوری میشد، یه حالتی بود که ممکن بود اتفاق بیفته. فقط و فقط اگر میکاسا با احساساتش رو راست بود و حس واقعی خودش رو به ارن میگفت. پیام اخلاقی این ویدیو: هیچ وقت احساساتتون رو سرکوب نکنید.